ادامه بخش چهره‌های ماندگار. باباجان غفورов. باباجان غفورов عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی. قسم یکم. فرزند فرزانه ملت. در تاریخ تشکل هر یک خلق و ملت بزرگانی هستند که نام آنها در هیچ دور و زمان از خاطره مردم فراموش نمی شود. خوشبختانه چنین شخصیت ها در تاریخ تمدن ملت تاجیک نیز کم نیستند که آنها افتخار نه تنها ملت ما بلکه باعث سرفرازی مردم عالم گردیدند. این بزرگان با آثار گرانبها و غایه های انسان پروری خود در انکشاف تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. هر یک مرحله تاریخ خلق تاجیک چنین شخصیت های برجسته را بر عرصه جهانی آورده است. هر کدام این بزرگان در ساحه‌های گوناگون علم و معرفت، سیاست و تاریخ، ادبیات و صنعت چهره تابناکی داشته با آثار پرقیمت خود مشهور جهان شدند. عصر 20 نیز دارای چنین بزرگانی زیاد می باشد. فرزند فرزانه ملت، خادم نامدار دولتی و سیاسی، قهرمان تاجیکستان باباجان غفورov تمام حیات و فعالیت خود را به گردآوری و بزرگداشت تاریخ ملت تاجیک و منظور جهانیان گردانیدن آن صرف نموده است. سالهای طولانی او به تحقیق تاریخ و تمدن مردم مشرق زمین مشغول بود. همزمان سازماندهنده ماهر ساحه‌های گوناگون علم از جمله شرق شناسی بوده بر حق یکی از بنیادگذاران علم معاصر تاجیک به حساب می رود. هنوز سالهای سیوم سمت‌های گوناگون فعالیت راهبری و علمی او برجسته به نظر می رسیدند. در این دوره نخستین مؤسسه‌های علمی محض با تشبث و اشتراک بواسطه این عالم بزرگ تأسیس یافتند. او با وجود دشواری‌های موجوده آن دوره کوشش نموده است که در جمهوری جوان تاجیکستان هرچی بیشتر مؤسسه‌های علمی و معرفتی سازمان داده شوند. انکشاف علم و فرهنگ جمهوری تقاضا می‌کرد که قوه‌های علمی و ایجادی فوزون و متحد کرده شوند. خدمت تاریخی باباجان غفورov در این ساحه از آن عبارت است که با تشبث و راهبری بواسطه او مرکزهای بزرگ علمی و فرهنگی سال 1948 دانشگاه دولتی تاجیکستان، سال 1951 اکادمی علم‌های جمهوری و سال 1956 دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان تأسیس داده شدند. در برابر این او به مسئله تأمین نمودن مرکزهای علمی و تعلیمی با متخصصان ورزیده و صاحب تجربه به واسطه مشغول گشته توانست که بهترین عالمان ساحه‌های گوناگون علم را به جمهوری دعوت نماید. باباجان غفورov با عالمان و ادیبان و عموماً با اهل فرهنگ منتظم ملاقات میکرد که این واخوری‌ها برای آفریدن اثرهای تازه به تازه زمینه مساعد فراهم می آوردند. وضع امروزه علم و تکنیک جهانی تقاضا دارد که ما به این مسئله از موقع صاحب استقلالی نظر اندازیم و در این بابت از تجربه باباجان غفورov هرچی پرثمر استفاده کرده ساحه‌های نو و زمانوی علم و تکنیک را در جمهوری انکشاف دهیم. با وجود مشکلات امروزه حکومت جمهوری به انکشاف ساحه‌های نو علم و فرهنگ توجه خاص ظاهر می‌کند، زیرا بی رونق علم و فرهنگ رشد منبعد جامعه ما امر محال است. انکشاف تمدن و رونق علم و فرهنگ ما در آغاز عصر 21 به نیروی آفرنده و سازنده و عقل و ذکاوت جوینده و نوآور از هر وقت بیشتر نیاز خواهد داشت، چون که عصر 21 عصر دستاوردهای بزرگ استقلال و خودشناسی، عصر امتحان و آزمایش‌های مشکل سازندگی و بنیادکاری، عصر رشد کمال و احیای علم و فرهنگ تاجیکان خواهد بود. با وجود اینکه باباجان غفورov وظیفه‌های مسئول دولتی را بر دوش داشت و انکشاف علم و فرهنگ جمهوری را شخصاً زیر نظارت دائمی خود قرار داده بود، همزمان تحقیقات علمی خویش را پیوسته دوام می‌داد. وسعت دانش، تجربه زیاد تحقیقات علمی، عمیق درک کرده توانستن ماهیت نظریوی و سیاسی مسئله ها با او امکان دادند که برای عملی کردن آرزوی دیرینه خود آفریدن تاریخ خلق تاجیک شروع نماید. سال 1947 کتاب او تاریخ مختصر خلق تاجیک
ба забони тоҷикӣ нашр гардид. Ин асар аввалин таҳқиқоти пурра ва ҷанбасӣ оид ба таърихи яке аз қадимтарин халқҳои олам тоҷикон аст. аҳамияти дигари асар аз он иборат мебошад, ки вай таърихи на танҳо тоҷикони ҷумҳурӣ, балки таърихи тамоми тоҷикони дуньёро дар бар гирифтааст. ин асари ҷанбастӣ ба таърихнигории бунёдии халқҳои Осиёи марказӣ ибтидо гузошт. бахши чеҳраҳои мондагор дар боби Бобоҷон Ғафуров, олими тавоно ва арбоби барҷастаи сиёсиву давлатӣ, дар қисми якум фарзанди фарзонаи миллат идома дорад. шуморо дар нашрҳои дигар ба идомаи рӯзгор, осор ва корномаи Бобоҷон Ғафуров таҳти унвони олими тавоно ва арбоби барҷастаи сиёсиву давлатӣ шинос хоҳем кард.